برنامه صحبت روز. سلام عرض میکنیم به یکایک شما بینندگان عزیز، زکی و هوشمند تلویزیون بخوریستان. باز با شما روبرو هستیم در برنامه صحبت روز و این نوبت صحبت میکنیم در برنامه وابسته به صلح و دوستی، وحدت و یگانگی، اینچنین صلح تاجیکان. ما را همراه هستند در برنامه اعضای شورای کهنسالان حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان پروفسور سعید احمدов. خوش آمدید. سلامت باشید. السلام علیکم بینندگان محترم. البته ما در عرفه یک جشن بسیار بزرگ ملی قرار داریم که این جشن بازیافت مهمی دوران استقلالیت میتوان گفت که به شمار می رود و جشن البته برای بهبودی، برای پیشروی کشور، برای آبادی آن و آن چیزی که ما امروز چه در ساحه اقتصادیات، چه در ساحه سیاست و چه در ساحه مناسبت‌های بین المللی یا در هر موردی ساحه‌های زندگی حیاتمون اگر به دست نآورده باشیم، میتوان گفت که این به شرافت همین وحدت و یگانگی ملت تاجیک است. از این خصوص وحدت این بسیار مفهومی فراگیر است، چیزهای زیادی را در بر میگیرد، از جمله تناسب آن با هم افتخار ملی، هم وطن دوستی، هم احترام سنت و ارزش‌های ملی و غیر علاقمند است. از همه مهم این که جهت‌های مهم آن را خودی جناب عالی پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در گزارششان به مناسبت جشن وحدت ملی بسیار روشن بیان کردند. آن دو خصوصیت اساسی این وحدت را معین کردند که اون یک شعور ملی و تفکر ملی، علاقمندی وحدت به تفکر ملی که این پهلوهای خیلی زیاد دارد، یعنی پیوسته سبزیدن، پیوسته در تفکر ملی جای دادن وحدت و یگانگی، احترام به همه آن ارزش‌هایی که حالا ذکر کردیم بوده باشد. اگر از دیگر طرف خودی ملت تاجیک، فرزندان آن باید همین گونه تفکر را دارا باشند تا اینکه این تفکر یکی از فاکتور یا عامل‌های حرکت آنها، جنبش‌های آنها، فعالیت و زندگی آنها باشد. از این نقطه نظر جهت مهم این وحدت یعنی تفکر ملی، تفکر وحدت ملی را در جوانان، در کودکان، در همه نسل‌ها، چه پیرانسال چه جوان تربیت کردن است، با وجود آوردن است. البته نسل کهنسال دارای این تفکر شاید باشند و بیگمان هستند، ولی نسل‌های جوان که اکنون به زندگی قدم می‌نهند و در مکتب‌ها تعلیم می‌گیرند باید که با این ارزش‌ها دسترسی یابند و آنها توانند که از این ارزش‌ها در فعالیت هر روزه‌شان استفاده برند. جهت دیگری که آن هست این افتخار ملی است. به افتخار ملی وحدت ملی هم نمیتواند وجود داشته باشد، چون افتخار ملی اگر نباشد وحدت و یگانگی یا پرچگی ملت برای قرب و قیمتی ندارد. بنابراین افتخار ملی یکی از مهمترین سرچشمه‌هایی است که میتواند تأثیری بواسطه با هم تفکر ملی، هم تفکر اندیشه هر نفر، هر فرد جامعه ما و اینچنین هم با خودی تشکل وحدت ملی آورده رساند. بنابراین این ارزش بسیار ارزش بلند است. وحدت ملی اون زمینه است که در این زمینه همه دیگر هم شکل‌های تفکر، هم زندگی، هم فعالیت و غیره در همین زمینه به وجود میاد. این بازیافت بزرگی هم سیاسی، هم معنوی و هم فرهنگی است. زیرا ما از گذشته خودمون، از فرهنگ قدیممون باید افتخار داشته باشیم و ارزش‌های آن را بدونیم و اینچنین ما باید در بین خلق‌های دیگر، در بین مردم دیگر از آن افتخار داریم که ما تاجیکستانیم، تاجیکستان داریم و صاحب استقلال هستیم، دولت مستقل خود را داریم و در این زمینه ما باید هم با سیاست‌های گوناگونی که امروز در جهان امروزه می شود و تاثیر جهان شمولی که امروز نسبت به همه کشورها از جمله به تاجیکستان هم روانه شده است، در مقابل آن، در ردیف آنها باید
این افتخار خیلی به درجه بلند انکشاف یافته باشد. بنابراین در این زمینه هم ما میتوانیم بگیم که یعنی زمینه بسیار مهمی سیاسی دارد. علاوه بر این وحدت یک چیزی طرز زندگی است. طرز زندگی با اون خاطر است که ما باید با همین وحدت، با همین آرزو و آمال زندگی کنیم. این آرزو و آمال است اصلا که گیریم با دریافتن وحدت، این آرمان مردم است. آرمانی هر خلق کشوری که وجود دارد آرمانشون است. و اگر ما با این آرمان چقدر فعالیت خوب داشته باشیم و چقدر نزدیک شویم، همون قدر فعالیت ما با ثمر و آبرو کشور ما بیشتر می شود، آبادی آن خوبتر می شود و قدم های باز بهتر و خوبتر در راه پیشرفت چی اقتصادی، چی سیاسی و چی فرهنگی تاجیکستان میتواند به میان گذارد. و امروز ما از آن افتخار داریم که واقعا هم مردم تاجیک توانست با چنین وحدت نزدیک شود و چنین وحدت را به دست بیارد و باعث همین وحدت بود که امروز ما تاجیکستان بسیار آباد و زیبا داریم. باعث همین وحدت بود که اون موضوع‌ها یا اون مسائلی که اون افضلیت‌هایی را که جناب والی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به میان گذاشته بودند، اون 4 مسئله مهمی که باعث برای حل کردنش بود، 3 تا اون قریب که حل شد. ما تاجیکستان از راه‌ها یعنی از محاصره کمیونیکاسیونی آزاد شد و اون چیزی که ما امروز به دست آوردیم اگر ما آنها رو نامبر کنیم این یک بسیار جریان یا جهش انقلابی رو به نظر می رسد و اگر ما آن رو به تاجیکستان مثلا حتی دوران شوروی مقایسه کنیم جای مقایسه نیست، زیرا تاجیکستان محض به همین شرافتی به دست آوردن وحدت ملی توانست که به این موفقیت نائل شود. تشکر، سلامت باشید. شما رجوع کردید وابسته به مفهوم وحدت. اکنون میخواستیم صحبت کنید وابسته به شناخت وحدت از جانب نسل نو است. اشاره کردید که مثلا ما امروز با راه‌های گوناگون میتوانیم که نمین نسل امروز را آگاه کنیم و تا جای آگاه هم شدن. اکنون میخواستیم عمیقاً مفصل‌تر صحبت کنید. اصلا تفکری وحدت یا که ایده یا غایه وحدت در شعور انسان از ابتدا صورت میگیرد. یعنی این غایه است که پیوسته در انکشاف، پیوسته در رشد و جریان است و این ابتدای خود را از عائله، از دوره بچگی میگیرد. وقتی کس به عائله خودش، به مقام پدر و مادر، به حرمت پدر و مادر خودش میرسد، به حرمت اطرافیانش میرسد، به حرمت مکتب و آن جایی که میخواند به آن میرسد و این اولین قدم ها است برای تشکل وحدت ملی، چون بچه یا خواننده یا جوان در این زمینه تفکر خود را تشکل میدهد و اگر این تفکر از ابتدا درست تشکل یابد، البته خواه نخواه در شعور انسان همون وحدت ملی جا میگیرد و انسان در این روحیت تربیه می‌یابد و تربیه اون البته این یک روزه دو روزه کار نیست، اون سینه به سینه ادامه میکند. البته جوانان بچه‌هایی که در سن سال مکتبی هستند آنها محض در مکتب و در عائله و اطرافیانی که با آنها سر و کار میگیرند از آنجا این غایه ها رو از خود میکنند و در این روحیت تربیه می‌یابند. اما بعدتر که باز جوانتر سن سالشون بلندتر رفت، باز در مکتب‌های عالی در دیگر جایی که تخصص می‌آموزند در آنجا البته برای تربیت شعور و تکمیل شعوری وحدت و همگرایی و صلح و صلح‌دوستی‌شون تلاش میکنند و بعد البته وقتی که این تشکل می‌یابد دیگر انسان فعالیت فکر و اندیشه خود را فقط با همین اساس، با همین بنیاد میکند و در این اساس عمل میکند. اون دیگر یگان چیز دیگری که با اون رخنه اندازد کم میشود، ضعیف میشود. تأثیر هر گونه افراطگرایی، هر گونه جدا اندازی، هر گونه نزاع و هر گونه چیزهای فلاکت‌هایی رو که میتواند در حیات انسان باشد با وجود آوردن، البته تأثیر آنها خیلی کم میشود و انسانی کامل دارای وحدت و دارای اندیشه ملی و
و دارای معلومات کافی به وی میرسد. اینجا بسیار مسئله های خیلی زیاد هستند. اینجا رول مکتب، مقام اطرافیان، مقام اون مؤسسه های ورزشی و ورزشی که به سن سالهای گوناگون موافق کرده شدند و فعالیت میکنند، کمیته جوانان، دیگر تشکیلات ها و مؤسسه ها، البته مقام آنها خیلی زیاد است که آنها از امکانات های در خود داشته استفاده برده در جوانان روحیه وطن دوستی، روحیه انسان دوستی و از همه مهم روحیه افتخار ملی و وطنداری را تربیت نمایند. تشکر، سلامت باشید. واقعا هم وحدت آفری یا اینکه وحدت این شایسته زندگی کردن است. درست هم قید کردید که سرچشمه میگیرد از زندگی با مرام ما در خانه. باید که والدین عزیزی ما پیش از همه فرهنگ خانوادگی را خوب آموخته باشند، صلح باشد، تنجی و امانی باشد از خاندان. اگر که ما در خانه فرزند را درست تربیت کردیم در روحیه خودشناسی ملی همون گونه‌ای که شما قید کردید، گمان میکنم که وقتی که فرزند به جامعه روانه گردید یا اینکه وارد جامعه گردید، البته که حفظ کننده ارزش های ملی می شود. خوب، اکنون شما که همچون امروز در مکتب های عالی به دانشجویان درس میگوید، من همین وحدت آفری را در نهاد نسل امروز چگونه دریافتید؟ مثلا در زمینه های پایانی مکمل شدن نسل امروزی ما یا نه؟ افتخار ملی و وطن دوستی، احترام ارزش های ملی، صاحب کسب شدن و برای پیشرفت جمهوری تاجیکستان در هر سایه‌ای که ما کار نکنیم آن کسب را خوب دانسته، خوب از خود کرده برای پیشرفت جمهوری استفاده بردن و خدمت کردن، این از نشانهای مهمی به دست آوردن وحدت ملی است. زیرا با همین اساس ما میتوانیم گوییم که ملت ما میتواند باعث افتخار باشد، ملت ما یگانه باشد و در آفرینش زندگی بهتر و خوبتر همیشه ما با صلح و آشتی، با یکدیگر فهمی، با آن ارزش های عمومی ملی خودمان و آن ارزش های عمومی بشری که ما البته جمهوری ما با این ارزش های عمومی بشری نیز احترام دارد و آنها رو اکثر آنها رو قبول دارد، باید با آن ارزش ها نایل گردیم. آن ارزش ها در زندگی و حیات ما جای مقام خوب را اشغال کنند. فردوسی بزرگ فرموده است: ز بهر بر و بوم فرزند خویش، زن و کودک خود و پیوند خویش، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که گیتی به دشمن دهیم. البته این بسیار افتخار بلند است، این قوله وطن دوستی است و بنابراین ما باید به همین سطح که بزرگان ما به ما تاکید کردن تا به همین سطح رفته رسیم. در آن صورت هم وحدت و هم احترام و هم زندگی خوب برای ما میتواند که به دست آوردنش آسانتر و روش آن برای ما مشکلی نورد، بلکه فراغت و زندگی آباد بیارد. تشکر، سلامت باشید. سوالی من بعده همین گونه می شود که آیا زیرکی سیاسی و دانش های سیاسی می تواند که جوانان را باز هم نزدیک کند به وحدت و یگانگی؟ زیرکی سیاسی از دانش های سیاسی برمی آید. یعنی کس اگر دانش سیاسی نداشته باشد او در این تلاطم و جهان پرغلغله حقیقت را درست دریافت کردن نمیتواند و هر گونه چیزی که امروز در مخصوصا در جهان فضایی یا که در اینترنت یا دیگر واسطه های کمیونیکاسیونی امروز پهن میگردن، آنها همشون البته حقیقت نیستند. همه آنها هر گونه غایه، هر گونه ایده، هر گونه دیالوگ را ترغیب میکنند و وقتی که دانش سیاسی نداشته باشید و ماهیت این مسئله ها رو درک نکنید، اگر در این جهان پرتلاطم حتما اندیشه شما پابند یگان ایده غلطی می رود که اون نمیتونه شما رو نه تنها به وحدت هدایت نکند بلکه از آن دور کند. تربیت را در خدمت جوانان بسیار پرقوت کرده، تحکیم بخشیده، واسطه های خوبی تربیت یافتن لازم است. نه فقط مثلا فقط با لکسایی که ما میخونیم یا با لکسایی که دیگران میشنوند یا که بلکه هر گونه، هر بازی، هر گونه
машқҳои шавқовар ҳар чиз набошад, вай бояд ҳамин оҳанги тарбиявиро дошта бошад. ва мо гумон мекунем ки дар ин соҳа албатта мактабҳои мо хеле муваффақиятҳои хуб ба даст овардан дар то ба ҳол ва аз он чорабиниҳое ки имрӯз ба воситаи телевизион ва дигарҳо мо мушоҳида мекунем, метавонем ки роҳу равиши хеле дуруст ва самти дурустро пеш гирифтанд. ҳамчунон ки эълони истиқлолият барои кишвари мо муҳим бошад, ҳамчунон ҳам ҳамин ваҳдати миллӣ ва ҷашни ваҳдати миллӣ барои мо бисёр ҷашни бузург аст. Тоҷикистон ки баъди қариб 1000 сол истиқлолияти давлатӣ ба даст овард, онро бояд ҳамчун гаҳвараки чашм нигоҳ дорад ва барои гаҳвараки чашм нигоҳ доштани истиқлолият, барои рушди кишвар, барои ободии он ваҳдати миллӣ лозим аст. ҷавонони саодатманди имрӯза давраи мо бояд ҳарчи дар фикр кунанд, ҳарчи андеша кунанд, аввалан барои ба даст овардани як касбу кори хуб, дониши кофӣ ва андешаи нек, андешаи миллӣ, он андешаҳое ки дар гузашта мутафаккирони пешгузаштаи мо ба миён гузоштанд, он арзишҳое ки мутафаккирони пештараи мо ба вуҷуд оварданд, халқи эҷодкори мо ба вуҷуд овардааст, аз онҳо баҳраманд шаванд ва маънавиёти худро ғанӣ гардонда, ба ҷои имрӯза ки маҳз ҳамин гуна шахси дорои маънавиёти баланд ва касбу кори бисёр нек, яъне мутахассиси хуб талаб мекунад, ҳамин гуна мутахассис ва дорои ҷаҳонбинӣ ва андешаи миллӣ бошанд. ташаккур барои қабули даъват, барои ибрози андешаҳои солиму созанда. имрӯз шумо бо суханони некатон бисёр равшанӣ андохтед бори дигар вобаста ба мафҳуми ваҳдату ваҳдатсароӣ ва давлатдории тоҷикон. бинандагони азиз, суҳбат кардем бо профессор Саид Аҳмадов вобаста ба мафҳуми ваҳдат ва арзишҳои миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Воқеан ҳам ваҳдати миллӣ, ягонагӣ, ин домани суҳбаташ васеъ аст ва дар ҳамин ҷо мо нукта мегузорем. Воқеан ҳам бояд қайд намуд ки саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти комили ватан босазо аст ва бояд ки мо ин ваҳдатро, ин истиқлолиятро ҷовидона нигоҳ дорем. бо умеди хунободии шумо ба барномаи имрӯза нукта мегузорем. хайр, то наздиктарин дидор, саломат бошед. برنامه صحبت روز